سلام دوستان عزیز، امید که خوب باشین. در این کلیپ میخوایم در رابطه با پرسرعت ترین قطار در سراسر جهان با شما صحبت کنم. قطاری که 450 کیلومتر در ساعت حرکت میکند. قطاری CR 450 که توسط چین ساخته شده است قادر به این هست که 450 کیلومتر در ساعت حرکت بکند. قبل این پرسرعت ترین قطار در سراسر جهان 350 کیلومتر در ساعت حرکت میکردند، ولی حالا کشور چین این رکورد را شکستانده و قطار ساخته است که 450 کیلومتر در ساعت حرکت میکند. حالا به نظر شما اقدام بعدی چین برای پیشرفت و رکورد زدن چی خواهد بود و یا کدام کشور میتواند یک ابداع یا اختراع جدید برای رکورد شکستاندن در زمینه تکنولوژی خواهد زد؟ در کامنت بنویسید.